کسی که عجز چی میتونه یکم چی یاری کنه یاردم کنین که این مایته با خونشون برسونیم یا برادری هم معلومه نکه کسی چی قضیه میتونه کسی نمیتونه در حقش نه هر کسی نمیتونه در حقش یکم این دعا میکنه برادرای دادرش فرزند پدرش قطیمونه خیلی دستی بیچاره چی میویا هر چیزی که میشه همون میکنیم مثل مدام برادر عزیز امیدوارم که خوب هستین صحت سلامت هستین برادر عزیز چخیلی که ابلوشکا را دیدین از ابلوشکا معلوم است برادرمون بچه که خش و یوش خدا رحمت مغفرتش کنه برادر از شما خواهش میکنم لایک و کامنتارتون بگذارین برادر عزیز یعنی که لایک کامنتار شما عزیزت نه برای ما در کار است یعنی که همین نوار ما پهن میشود با برادرانی که الحمدلله 1 روبل 2 روبل 100 روبل 200 روبل که خیر میکنن الحمدلله الله برکتشون بده همه برادر در یگم چیز یاردم میشود برادرمون اویله دار صاحب دخترچه مرگ وقتی که میاد وسط دیگه نمیگه که تو دختر داری تو فرزند داری یا که تو بی پدر یا که پدر داری برای اونقدر برادرای عزیز هر وقتی که میگم این بو میگم تون احتیاج باشین در ملک بیگانه یک نه که قریب هر هفته 3-4 نفر مرده رفته است روزی بود 3-4 نفر که تو است من میدونمش ولی بود دیگه شما ندونم ممکن که تو 15-20 تا باشه برای اون برادرای عزیز از شما خواهش میکنم نمرای همون دودرکشونه دودرکش در همه جا برادرایی که میبینینش در واگن ویدیو کردستن برادرها از شما همچون خواهش برادر یاردم کنین دستگیری کنین کدامت که زورت نمیرسه لایک و کامنتار همونین الحمدلله که برای ما هم کیفایه است الحمدلله با چه خاطر میگم با خاطری که یک برادر خیرخواه میبینه امیره در او سهم خودش میگذاره برادر عزیز وار که یک بچه که خشروی نوزنینی که صاحب دخترچه دسته مرگ خبر نمیکنه وقتی که به سر میاد خبر نمیکنه کوشش کنین که از همین دنیای دروزه که رفتیم یعنی که از این دنیا با یکم چیز بریم یعنی که با خیر سخاوت با عمل نیک بریم خدا نگهبانتون باشه برادرای عزیز با یک بار دیگه میگم کدامت که زورت میرسه یاردم کدامت که زورت نمیرسه در حقش همون کامنتار دعا کن خدا نگهبانتون باشه سلام علیکم برادران مهاجر برادران غریب برادران دور از وطن ما امروز مایت برادر سعید فادی جان فیض‌علیویچ سال تولدش 1988 از ناحیه فرخور دهه اوریون نام اولش تاغل بود ما مرده هم برادر نیفتیم اکمون نشود همین روز در دنگدر همون بردن مایت هم من میگو این کردن مقصد حسابی این فکت حسابی دیلش گفتن گرفتن چی مورگ لوبرسی رایون لوبرسی مورگ بودنش نمایی همونجا آمدیم روز دوشنبه را گفتن که مقصد اکریتاسیش روز دوشنبه پگه یک شنبه بخواهده بوده روز دوشنبه هم رو اکریتاسیش را تیار میکنم و روزای سه شنبه را رویش کندر کنه برادران کمی که دست چند سومی که مقصد میوید یاردم کنیم برای این برادر را روی کردن کدومت که نمیتونی برادر گپی زیوتی نزد در حقش دعا کن سه رفته همین برادرها همین هم فرزندی وطن خودمونه کسی که عجز چی میتونه یکم چی یاری کنه یاردم کنین که این مایته با خونشون برسونیم یا برادری هم معلومه نکه کسی چی قضیه میتونه کسی نمیتونه در حقش نه دعا هر کن کسی نمیتونه در حقش یکم این دعا برادرای میکنه دادرش فرزند پدرش قطیمونه خیلی دستی بیچاره چی میوید هر چیزی که میشه همون میکنیم مثل مدام فرزند پدر میشه امکی و پدر گفته گفت امکی هم وجه پدره